مخاطبین عزیز خانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. ببخشید من آنچنان پر انرژی نمیتونم اجرا بکنم، انقدر خبرهای تلخ این روزا به گوش همه ماها میرسه. قطعا حال شما هم بهتر از من نیست، یعنی روزی نیست ما این شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و اخبار رو دنبال نکنیم و یه خبر تلخ نشنویم. یه روز قیمت یورو دلار، یه روز ماجراهای تلخ متروپول و زدن هواپیما و چیزهای مختلف، و حالا هم توی این چند روز خبر اعدام جوانهای دستگل مملکتمون که یکی پس از دیگری دارن اعدامشون میکنن. در آخرین جنایتی که جمهوری اسلامی انجام داد، جوان 23 ساله‌ای که روی تصویر هم میبینید، آقای مجید رضا، رهنورد رو حکم اعدام براش صادر کرد و در کمتر از 23 روز بدون داشتن وکیل و با پخش اعترافات اجباری و یک دادگاه کاملا نمایشی حکم اعدامش رو صادر کرد و گفتش که این شخص رفته 2 نفر رو کشته و چند نفر رو هم مجروح کرده، بنابراین باید اعدام بشه. بعد از اون هم بدون اینکه به خانواده‌اش اطلاع بدن. ماجرای تلخ اینجاست که شب قبل از اعدامش از خانواده‌اش میخوان که بیان به دیدار فرزندشون، بهشون تاکید میکنن که باید سکوت بکنید و با رسانه ها مصاحبه نکنید، اگر این کار رو انجام بدید بچه‌تون شامل تخفیف میشه و چنین و چنان. اما مادر که میره بچه رو میبینه، فردا صبحش به مادرش عنوان میکنن که بچه‌ت رو اعدام کردیم، فلان جا هم خاکش کردیم و برو بالا سر قبر بچه‌ت. و البته باز هم میگم انتشار این اخبار، اون جمهوری اسلامی و اون آخوندها با اون سیاستشون باهاش چند هدف رو زدن. اول اینکه رعب و وحشت رو توی جامعه ایجاد کردن و به نوعی ترس رو به جون مردم انداختن که اگر بخواد علیه مایی که داریم چپاول میکنیم و دزدی میکنیم و پول ملت و نفت و ثروت و مملکت رو بالا میکشیم اعتراض بکنید، میگیریمتون میندازیمتون زندان، تهش هم یه پاپوش براتون درست میکنیم، میگیم چند نفر رو کشتید و اعدامتون رو براتون صادر میکنیم. از اون طرف در کنار این اخبار اعدامی ها که مردم حسابی ناراحت بودن و شوک شده بودن، ما شاهد این بودیم که قیمت یورو و دلار رو هم خیلی سوسکی دارن میبرن بالا و چند وقت دیگه منتظر افزایش قیمت بنزین هم باشید که حالا راجع به افزایش قیمت یورو و دلار و اینا هم توی ویدیوهای بعدی صحبت میکنم که اصلا جاش توی این ویدیو نیست. و اتفاقا داشتم با یکی از کسایی که خیلی دلبسته و وابسته به اون حکومت صحبت میکردم و به من گفتش که خب این که 2 نفر رو کشته و چنین و چنان براش قصاص صادر کردن. گفتم که شما تو همون اسلام میگید آقا خداوند بخشنده است، خداوند مهربانه، خداوند اصطلاحاً تو دینش گفته باید رأفت داشته باشیم، بعد شما میخواید حکم اعدام رو صادر بکنید و اون برگشت رو پرینت بکنید، بالاش می‌نویسید بسم الله الرحمن الرحیم، بعد حکم اعدام رو صادر میکنید. یعنی خدا یه اون بالا خودش بخشنده و مهربانه، ولی شمایی که پایین دستش نشستید حکمای من درآوردی خودتون رو صادر میکنید. که وقتی داستانش رو کسایی که از نزدیکان مجید رضا بودن تعریف میکردن، میگفتن که چند تا از بسیجی‌ها ریخته بودن توی سری از این محله ها و فحش خارمادر بود که به مردم میکشیدن، که ما نمونه بارزش رو توی منطقه اکباتان تهران دیده بودیم که به ایالت اکباتان معروف شد و ماشاءالله اصلا برای خودشون حرکاتای عجیب و غریب میزنن. چند روز پیشم تو پرند این اتفاق افتاده بود، یعنی حرکات اعتراضی میکنن که در تمام جهان قفله و همین باعث شد که بسیجی‌ها و اون ساندیسی‌ها و کسای مختلف خشمشون زیاد بشه، بیان میکروفون و بلندگو و چیزای مختلف بگیرن دستشون و به مردم فحش خارمادر بدن و بگن که ما سرتون رو میبریم. دقیقاً
اینا میخوان رأفت اسلامی رو تو دنیا به بقیه نشون بدن، بعد میخوان اسلام رو هم ترویج بدن، کاخ سفید رو هم حسینیه بکنن. شما با این کارهایی که میکنید بدتر مردم خودتون رو هم دین زده میکنید. یکی از این اساتید دانشگاه رفت صحبت کرد و میگفت آقا شما باید تو بحران‌ها رأفت اسلامیتون رو نشون بدید، تو شادی‌ها که قربونش برم شما شادی که ندارید، یعنی ولتون بکنن فقط عزاداری و چیزهای مختلف، صبح تا شب کنترل رو بگیرید دستتون تلویزیون رو بزنید بالا تا پایین همه آخوندن. یعنی شبکه یک آخوند نشون میده، شبکه دو آخوند نشون میده. من موندم که این با این همه تلفنم اینجا زنگ خورد، من موندم که با این همه آخوند و این همه خرج و این همه هزینه، پس شما این همه جرم و جنایتی که تو جامعه میشه واسه چیه؟ تو قومتون که بیشتر از جای دیگه تنفروشی اتفاق میفته، تو مشهدتون بیشتر از جای دیگه تنفروشی اتفاق میفته به خاطر فقر و بدبختی و چیزهای دیگه. مکان توی مشهد که دیگه قربونش برم خودتون گفتید اسمشو گذاشتید نمیدونم عفاف اسلامی و چیزهای مختلف. بگذاریم اصلا میخوام برسم به تحلیل و آنالیز کردن اعترافات اجباری که از مجید رضا رهنورد پخش کردن. یه ویدیو منتشر کردن که میبینید گفتن که مجید رضا رهنورد چگونه قاتل شد، ستاد 114 که مربوط به وزارت اطلاعات مشهد هستش این ویدیو رو تهیه کرده. میخوایم تحلیل و آنالیز بکنیم این ویدیو رو. بازیگرایی که پرستو صالحی بود دنبالش میکردم، علی دایی رو دنبال میکردم، علی کریمی رو دنبال میکردم. خب داره از همون ابتدا که دوستانم میگن که این اعترافات اجباری نیست، با میل خودشه. کسایی که محبوب دل مردمن، حالا پرستو صالحی که حالا بگذریم ازش، ولی خب علی دایی و علی کریمی جزء کسایی بودن که محبوب مردمن و مردم دوستشون دارن چون همیشه پشت مردم بودن. و شروع ویدیو رو یعنی نوشابه رو همون اول با اسامی این افراد باز میکنن و دادن دست مجید رضا رهنورد این چهره که اعتراف بکنه. این شرایطی که اتفاق افتاده فکر میکنم بتونم از این تریبونی که دارم بتونم صدای مردمم باشم، فقط همین. پستای مربوط بود به وضعیت اقتصادی که حالا از درست غلطش ما خبر نداشتیم، من روز سادگی هر چی میدیدم باور میکردم که کم کم اینا همه یک جورایی ما رو سوار به امواج منفی کرد، رو موج منفی بودیم. این نکته هم بگم که اصلا راجع داشتم قتلش صحبت می‌کردم، بحث اکباتان اینا شد. بسیجی‌ها میریزن توی خیابونشون، پشت خارمادر میدن، مادر و خواهرش تو خونه بودن، حسابی ترسیده بودن، خودش هم میگفتن کشتیگیر بودن، از تو پنجره میاد برخورد میکنه، اونا 4 تا فوش خارمادر دیگه میدن، میاد بیرون باشون درگیر میشه و بعد از اون هم میگن که حالا چند نفر رو کتک زده بوده. یعنی اصطلاحاً کرم و شروع کننده و تهدید کننده اون بسیجی‌ها بودن که توی خیابون بودن. اینو بگم که اصلا دلیل این بود که بعد از اون هم تمامی دوربینای مداربسته رو جمع کردن، مغازه‌دارها رو تهدید کردن، همسایه‌ها رو تهدید کردن که نیان این رو شهادت بدن و در کمتر از 23-4 روز از دادگاه اول تا حکم اعدامش بیشتر طول نکشید. بابک زنجانی رو 10-12 سال پیش بهش حکم اعدام دادن، بازداشتش کردن، هنوز تو زندانه به خاطر اینکه مایه پیله داره و میصرفه که اعدامش نکنن. ولی ما شاهد این هستیم که دادگاه این افراد رو در کمتر از 10-15 روز برگزار میکنن، حکم اعدام رو صادر میکنن که رعب و وحشت و ترس رو بندازن تو جون مردم. خب حالا ببینیم صحبتاش چی بوده که دید ما رو کلا عوض. چند تا از این جوونایی که گرفته بودیم وقتی ازشون سوال کردیم که چرا برای اعتراض میکنید و حالا به زعم اینا اختشاش میکنید، برگشتن گفتن آقا ما رو حساب پستای علی کریمی میایم توی خیابون و از اینجور داستانا. در جواب میخواستم برگردم بگم که نه، به خاطر پستای من نیستش، به خاطر آزادیشونه که اومدن کف خیابون. تو ایام بیکاری این فضای مسموم این اینستاگرام که در دسترس هم مثلا تو جیب در میکنی، گوشی رو در میاری میری داخل اینستاگرام، متاسفانه یک اصلا شما ترس رو توی چهرهش میبینید، لرزش صدا رو اگر آدمایی که کار روانشناسی کرده باشن متوجه میشید. یعنی این چهره کاملا مشخصه، با رعب و وحشت و ترس اومده جلوی دوربین و داره خیلی شیک و اتو کشیده با لباس تمیز داره اعتراف میکنه. حالت معتادی هم داره، آدم معتاد میکنه. اعتقاد ما رو عوض کرده بودن، دزدیده بودن. همین فضای مسموم مجازی که اینا خرافات، اینا داستان، اینا مقاله معروف تبلیغات، اینا دارن تجارت میکنن. اوضاع کشورها رو نگاه کن، بقیه رو نگاه کن.
مگه تو کشور مسلمون زندگی میکنی حسرت زندگی کافرها رو میخوری؟ خودت داری توی خارج زندگی میکنی، درسته؟ همه چیز نرماله. ببینید جالبه بدونید که رفتن مصاحبه علی کریمی و مکس امینی رو که فکر کنم در کشور آلمان هم ضبط شده بوده گرفتن و دیدن و با توجه به صحبت‌های علی کریمی اعترافات اون طرف رو گرفتن که سناریو بچینن، اعترافات اجباری همراه با سناریو دیگه، که این حرف رو ازش میگیم بزنه، بعد میذاریم کنار این تیکه از صحبت‌های علی کریمی و داستان رو برعکس میکنیم. بذار من یه توضیح بدم، بعد میشینیم مثلا یه خط از آخرش بگم که اصلا وقتی این مصاحبه رو ببینید متوجه بشید که این اعترافات اجباری که از این بنده خدا گرفتن داستانش از چه قرار بود. یه جوون که طبق چیزی که تو شناسنامه‌اش هست 23 سالشه، 23 سالشه، کودک نیست، نوجوانم نیست و توی قشری هم نیستش که ما بگیم که آقا عقلش مشکل داره که تحت تاثیر فضای مجازی قرار بگیره. حالا ما میگیم اوکی، طبق ادعای خودش تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته. باز این ضعف اون حکومت اسلامیه. شما چرا سواد رسانه مردم رو بالا نبردید؟ چرا باور مذهبی مردم رو بالا نبردید که مردم تحت تاثیر قرار نگیرن؟ پس اون بودجه یا مفتی که توی قم خرج میکنید و توی مرکز اسلامیتون خرج میکنید و میذارید تو جیب مبارکتون و هدر رفته. شما با همین حرف خودتون رو دارید دیس میکنید. شما با همین اعترافات اجباری دارید میگید که آقا ما با اون همه بودجه‌های مذهبی که گذاشتیم تو جیبمون شکم گنده کردیم، هیچ غلطی نکردیم که جوونا تحت تاثیر فضای مجازی قرار میگرفتن. و از اون میتونم بگم عجیب ترش هستش که میتونم رفرنسش رو فیلتر کردن شبکه‌های مجازی قرار بدم. یعنی شما به عنوان کسی که میگید آقا ما لباس پیامبر رو میپوشیم و آخوندیم و میخوایم درس‌های اسلامی رو به مردم بدیم، آقا واقعیت نتونستید تو اون جامعه تاثیرگذار باشید و جوانها تحت تاثیر شبکه‌های مجازی قرار میگرفتن، بنابراین فیلتر کردیم. یعنی ضعف کاری خودتون رو با زور و فیلتر میخواید بپوشونید. یک کسی ازتون گزارش عمل کرد نگیره دیگه، 2 تا 4 تاست. بعد این جوون خودش شرایط جامعه‌شو میدونه. یه سوال میکنید که درآمد خانواده‌اش چقدره؟ خودش شاغل یا بیکاره؟ چرا این سوالا رو ازش نکردید؟ چی کار میکردی؟ وضع مالی خوبی داشتی؟ شرایط روحی خوبی داشتی؟ بعد میگم تحت تاثیر شبکه‌های مجازی. اصلا این هر کی بگه من تحت تاثیر شبکه‌های مجازی قرار گرفتم، اول از همه شما خودتون رو تو اون جمهوری اسلامی دیس کردید. اگه کسی تحت تاثیر، چرا تو خارج از کشور کسی تحت تاثیر شبکه‌های مجازی قرار نمیگیره؟ بعد مگه دروغ گفته علی کریمی؟ شما وضعیت کشورهای مختلف رو ببینید توی اروپا. شما اگه تلاش بکنی میتونی به یک جایگاهی برسی، بلکه 2 پله بالاتر. شما توی ایران باید پارتی داشته باشی، اینجا جای مهر باشه، یقت بسته باشه، دمپوی جوراب سفید بپوشی، سهمیه بسیج داشته باشی، یه آشنا تو سپاه داشته باشی، یه دونه هماهنگ کننده تو دستگاه اطلاعاتی داشته باشی که حراست رو درست بکنه. تازه اگر گزینش بشی و سوالات مذهبی رو جواب بدی، میتونی بری توی جایگاه علمی پست الکی بگیری. یعنی برای یک جایگاه علمی از شما سوالات مذهبی میپرسن. آقا کشورهای مذهبی، شما برو عربستانش هم نگاه بکن. لامصب تو عربستانش هم مگه نمیگن اسلامه؟ خونه خدا که نزدیکتره به اونا تا شما. برید ببینید چجوری دارن برخورد میکنن. شما از اونا هم یاد نگرفتید. 2 تا 4 تاست دیگه آقا. حرف اگه غیر منطقی و غیر منطقی دارید زر میزنی. بریم بقیه صحبتاشو بشیم. خارج زندگی میکنی، درسته؟ همه چیز نرماله. ببینید شما یه آدمی که کار میکنه 8 ساعت در روز کار میکنه، درسته؟ بله. بعدش آخر هفتهشو داره، درسته؟ آقا مسافرتش هم میتونه برنامه ریزه. ولی شما مطمئن باش خیلی از مردم ما حتی که یه مسافرت ساده سالاس ندارن، یعنی شرایطشو ندارن که این کارو بکنن. اگه دروغ گفته علی کریمی، اگه حرف اشتباهی زده، کاملا داره درست میگه. بعد این کسایی که تو خارج از کشورن یه عدهشون میان نق میزنن، میگن آقا خارج خوب نیست، خارج خوب نیست، ما نمیدونم داریم بیکاری میکنیم، ما داریم فلان جا. برگرد ایران. اگه خارج خوب نیست برگرد ایران. چرا بر نمیگردی ایران؟
شما برید از 4 تا آدمی که پیشرفت کردن. همیشه من به همه اینو میگم آقا اگه میخوای مهاجرت بکنی، اگر میخوای کشورهای اروپایی و امریکایی رو ببینی، برو از 4 تا آدمی که جایگاه دارن، یه لولی رو به دست آوردن، از اونا سوال بپرس که آیا مهاجرت خوبه یا نه. بقیه‌اش یک ذهنی که این افکار مثل قطرات باران، میگه قطرات باران سیل را جاری میکنن. دیگه ذهن ما هم شده بود مثل یک اتاقی که پر از گازه، یک جرقه کوچیک میتونه او رو چی؟ منفجر کنه. خب اون گازه چی بوده؟ عزیزان شما با این حرفتون دارید خودتون رو دیس میکنید دیگه. انقدر به مردم فشار آوردید، فقر، بدبختی، بیکاری، قیمت یورو، دلار، قیمت طلا، نمیدونم مشکلات مسکن، یه پراید آتا آشغال رو میدید 220 میلیون، 250 میلیون. خب اینا همون گازه نیستن؟ خب این گازه رو کی تولید میکنه؟ مردم بورکینافاسو و مردم کشور دیگه تولید نمیکنن. خود اون سیستم مدیریت این گاز مسموم رو تولید کرده سمت مردم. خود اون سیستم میخواد مردم فقیر و بدبخت و بیچاره باشن که بزنه تو سرشون. اگه غیر از اینه بفهمید بگید غیر از اینه. مایه بی سواد رو با سواد کنید. اون مایه‌ش هم مشه. توییتر علی کریمی رو گذاشته یا نه آقای کریم اعترافات که تموم شد هیچی، دوباره آوردنش با یه لباس دیگه یه جای دیگه نشوندنش ادامه. آقای کریمی شما انسان هستی یا نه؟ شما انسانی دیگه، بعد انسانیت داشته باشی. من کاری کردم دور از انسانیت. دو تا هموطن، 2 تا برادر تحت شرایط حالات روحی بد که خیلی هم مستقیم دارم میگم از شرایط جوی فضای مسموم این اینستاگرام بوده. نمیگه از شرایط جوی و فضای مسمومی که اون حکومت و سیستم برای ما ایجاد کرده، میگه فضای مجازی. فضای مجازی چیه؟ آینه تمام نمای اون سیستمه. اون سیستم یه فضایی رو داره درست میکنه که فضای مجازی آینه‌اش کرده، داره نشون میده و شما اونو میبینی. شما وقتی که فضای مجازی رو میبینی انگار رفلکس آینه، اینا رفلکس اون تصویریه که توی جامعه است دیگه. فضای مجازی تصویر تمام نمای یک جامعه است. حالا اینو بگو به این بی‌سوادایی که اعتراف اجباری گرفتن. دست به اقدام میزدم که 2 تا برادرمو کشتم. تو شما از چی داری حمایت میکنی؟ به دین و قواعد اسلام و به هیچ دین و عقایدی کار ندارم. از چی داری حمایت میکنی؟ تو انسان هستی؟ همیشه به حرفی که فکر میکردم، شاید خیلی حرفم من مثلا یه جایی اشتباه بوده، ولی تو اون زمانه اگه فکر میکردم یه حرفی درسته انجام میدادم. فکر کن از خانواده خودت بوده، بازم حمایت میکنی؟ از چی حمایت میکنی؟ برات درآمد داره، منفعت داره. حرفایی که خیلی مثلا میتونه مثلا بگن که این حتما داره. علی کریمی با اون ثروتی که در دنیای فوتبال به دست آورد میتونست تا آخر عمرش لاکچری زندگی بکنه بدون تهدید، بدون فشار و بدون این صحبت. دوباره است نه تو همسال تو همه. من موندم که چرا مثلا رفته اونجا رو صندلی نشسته یهو به این نتیجه رسیده؟ نه قبلش که فالو میکرده به این نتایج نرسیده؟ چقدر شما خوب درس اسلام رو به اون افراد توی اون 15 روز بازداشته میدید. اگر انقدر با کلاسید و انقدر لاکچری میتونید به مردم آموزش بدید، همونا رو بردارید تو تلویزیون یه جا به مردم نشون بدید، ظرف 15 روز مردم جامعه رو مثل ایشون متحول کنید. چرا این کارو نمیکنید؟ یهو بعد 15 روز طرف گل از گلش میشکفه، نمیدونم ادبیاتش با کلاس میشه، قطرات بارانو میگه، گازو میگه و فلان اینا. و همونا رو به تو جامعه مردم میگید، چرا نمیگید؟ یهو میشینن روی این صندلی آگاه میشن. عجب. کیوبر هست، براش درآمد داره، براش منفعت داره. مسیح علی نژاد، تو یا هر کی دیگه یا 4 تا آدم ساده مثل ما که سواد بالایی هم ندارن مسائل رو با هم قاطی میکنن، دیدشان عوض کنه که باعث اتفاقات بشه. و ما این ویدیو رو مختص با رضایت کامل خودم درخواست دادم که درست کنن. 4 نفر گمراه چرا خاموش نیفتن تو چاله. چقدر خوب. شما وقتی بازداشت نهادهای امنیت و اطلاعاتی هستید مثلا درخواست می‌کنید داش دوربین رو بردار بیار، ما یه 4 تا صحبت می‌خوام واسه من. میگن چشم. سلطان شما تو بازداشت نهادهای اطلاعاتی باشید نمیدونی صبح که شب کیه.
یعنی انقدر فضا اونجا عجیب و غریبه، از توی کانال‌های کولر برای شما صدای اعتراف و ناله پخش میکنن، خایه میکنی اونجا. بعد میای میگی که من درخواست کردم، خودکار بهت نمیدم بنویسی. او هم به خاطر افرادی مثل تو که حالا یک زمانی تو پرسپولیس بودی، معروف شدی، تیم ملی بودی، گل زدی، دمت گرم، پرچم کشورت بردی بالا، ولی الان داری چیکار میکنی؟ الان فروختی همشاره، از چشم مردم هم افتادی. اون انرژی که از مردم میگرفتم، این که ما رو تنها نذاری، این واقعا خیلی مشخص خواهی کردن برای علی کریمی ها. یعنی من این ویدیو رو دیدم کاملا به این ایمان رسیدم. جمله که ما امیدمون به شماست، به امثال شماست. تصاویر دوربین مدار بسته هم هست، چون تصاویر کامل نیست، تختی شده است. خب من ترجیح میدم پخش نکنم که به اهدافشون نرسن، که بخوان اون چیزی که مد نظرشون رو مردم رو، وگرنه تصاویر دوربین مدار بسته به سایر جای دیگه هم بود. بعد این تصویرش رو نشون بدم به شما بگم که این اعترافات اجباری دیگه جواب نمیده. باشه از روش‌های دیگه استفاده بکنید. دفعه میاد ما میذاریم رو میز تحلیل آنالیز، گند دروغاتون در میاد. ضمناً هر کی هم بیاد اعتراف بکنه جلوی دوربین، شما خودتون رو دیس کردید، چون اون طرف با توجه به شرایط جامعه‌ای که خودتون رقم زدید اومده تو خیابونو داره اعتراض میکنه. من دیگه حرفی ندارم. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. ممنون از شما.